کنی میمونو کنی گیری تو نانی گرم. رحمت گوش میدی شما جان آباد باشه خیر شف نگفته شفتالو میگم کنی گبزن یک بیاید بینیم چی مایلش یا چای کبود دم کرده بیا تلخ باشد. چویا کش من آمدم شما اول مهمان آبا گیرید دگونه تخمینه جنبم مرامت خیر چه خیر دیدیمی؟ نه راستی و قاقشو ندیدم. بگونه جان بچه تا گوزم بیایه بای یک چوی دیگه بریزه. دوست مراد بیا جانی اوچه یک چوی دیگه کشیده ته بیا بچه اول مهمان آبا مرامت تخمینه جنبام ریزید مرامت خانم عزیزم رحمت مرامت خیر چه خیر؟ چون خیر میشه بچی منو دیدم؟ اکنون گپ زنید که همین دختر شما سبای چی دارد؟ دختری من دو تا معلومات عالی داره. ناخس باز چی؟ خیر بد ما هم از یگان چی کمبودی نداریم. خدا با شکر از همه چیز تنجیم. ها نمی شود که همین دختره که من با بچه شما در تنهایی صحبت کنم شاید یگان گپی میپرسیدگی داشته باشه. راستی گپ با من این صحبت قدر معقول نیست. خیر تو دوگانم با نیگویم خفه نشوی. دوست مراد جان همین تخمینه جان خط یک صحبت کن بچه. خیر بیا که شرم و حیا یک طرف مون. تخمینه جان روید. او بچه من نپوچی ها؟ خیر نه ما تخمینه نه من بدن سلام نمیکنم اوچم جنگ میکنم بخشش ده ناز خیلی دست نوی ما تخمینه نوی ما دوست مراد جان بهترین یگان جا میخونن یا کار میکنن؟ اینه بچه من در یگان جا کار میکند نمیخوند ما همین در دشقتی مصلحت کده
این بچه جانا از صنف نهمیش برآوردیم که خانه بشیند و همین بچه‌های کوچگرد و بی‌رحقتی همراه شده گنده نشود. روزی دراز کارش در خانه شدن. بسیار بچه قابله. روزی دراز خانه میشیند. همین کارکای خانه خوش رو کرده میشیند. بعد شما نوسای سیگارت نمیکشین آخه نه؟ نه سیگار میکشد، انا نه مینوشد، نه بیرون با میبرود. خونه با میشیند بچه قابله کک. نه ما همین صنف سه بدم یا خالته امی را همونی افتم من خالته نوس همو خالته را بردم دستای بش دادم دستم بوی نوس گرفته سه روز شمرا بوار میکنیم من خیلی نه من چیزی بد میدیدم در روی دنیا همین نوس سیگارت ها یک نوش ما درباره دخترتون گویه در کجا کار میکند؟ دختر من یگان دوگانه بیاداب ندارد. ماشین خودش هست. نه نوس میکشه نه سیگارت. راست با کار میرد و راست خانه میبیاد. بعد شما یگان نمود سپورت هستین؟ سپورت خیلی اوه که بخمونه سحری و کم کم خیلی مخش میکنم خیلی و نه یگان نمود سپورت زال نمیرین؟ راست دیگه پا بگم خودم در میفوره زال رفتن گم بر ایوتا و چم گریختم رفتم زال رفتم جای مخش کنی هم که مخولم شید فوری دکم که مخش کنم بود چخیل شید ایوخی هازی همی ای بچه ها دخترها بیسورانده در زال دیگه نگاه کردم هر خیلی مخش که استیان ایش گپم داد همودم اوتام فهمید دیگه نموندم من رفتم برای هم دیگه نرفتم میگه زندگی ببره زند اجازت بده میگه با مقصد که ببره در کجا کار میکند؟ در زواد قنادی پدرش. در زواد قنادی پدرش؟ زواد از پدرش؟ بله. خب پدرش زواد قنادی دارد زواد از پدرش بله. و خانه دو آشیانه فسان قدر باغ روغ از اونی شما خب دخترتون یگان در شهر یگان یک سکسیه 4-5 خانگی ندارد می گوش کن مستورا جان در آینده صاحب خانه خودش هم میشد در آینده نه در آینده باشد این خیلی نمیشود و نزدیکی همین پسری همسایه 2 فرزندش قطعی از خانه زنش یک شته زدن خسته آمد 2 دست در پاچیک بینیش نه و خانه به وی رسید نه از او کارخانه پدرش یگان چی وی برسید نه اون سکسه شهر بودگیش 2 بچهش گرفت و خسته آمد به وی چی رسید فقط الیمین وی به وی الیمین 2 تا فرزند کلان کرده می شود در همین محله ما همون بچه سرش خم شد در پیش همه شرمنده شدن نه این خیلی نمی شود بهترش بیاید یک برچنی دگوار کنیم بعد از که جدا شدن بچه های بیچوره 2 فرزند و 3 فرزند و 5 فرزند خطی در کوچه میمونن یا خانه پدر و مادر میبیوین برچنی دگوار که شد میرد خانه که خودش به زندگی میکند حالا معلوم نه که بچه شما در دختری من محقول میشد یا نه وای بچی منو بینید وای قد قامتش بینید وای گل برینه ما وای نقص بینی کو دوست مراد نه گل مراد میگویم گل مراد های خوش روگیش بینید خوش کن مستورا جون من هیچی حل نمیکنم همه خلاصه دخترم میبرورد خیر چی خیل؟ نمیشه اوچا جان با چوکر محقول نشید؟ ای وای فیلش رنگی زنه که او درم نمیگی که نه اومده محقول نشید اوما گفتم هزگاه میزنه سوز میشه همه فیلش رنگی زنه که وای من چکا میکنم